کجا رو مقصر وضعیت موجود میدونید، وضعیتی که ما الان درش قرار داریم و طبق آمار حدود 4,400,000 معتاد در کشور داریم. حتما این آمار بیشتر از این هاست، مثل بقیه آمارهای دیگری که درباره آسیب‌های اجتماعی داریم. درباره این با هم دیگه شروع کنیم گفتگومون رو. درسته. ببینین ما تو زمینه یه بحث اعتیاد، مواد مخدر، معتاد، اصطلاحی که به تازگی وارد شاید دستور صحبتی افراد شده که معتاد متجاهر، بله. باید به چند تا نکته توجه کنیم. ببینین ما تمام سازمان هایی که توی این موضوع، حالا چه بحث مواد مخدر، چه بحث اعتیاد، چه بحث مبارزه، چه بحث پیشگیری، چه بحث مقابله نقش دارن، ذیل یک سازمان بزرگتر به اسم ستاد مبارزه با مواد مخدر نهاد ریاست جمهوری دارن عملکرد میکنن. بله. یعنی ستاد یک جورهایی براشون نقشه راهبردی میذاره، آیین‌نامه میده، به قول خودمون سرفصل میده و دستگاه‌های ذیل طبق اون وظیفه‌ای که قانون و ستاد براشون تعیین کرده باید عمل کنن. تو این بین من تو این چند سالی که تو این حوزه کار کردم به جرئت میتونم بگم که به جز پلیس، حالا نه صرفا به خاطر اینکه خبرنگار انتظامی هستم، اما به جز پلیس هیچ دستگاه دیگه‌ای 0 تا 100 نیومده پای کار. یا یه بخشی کمکاری کرده، یا یه بخشی جابجایی مدیران داشتن رها شده، یا یه بخشی اصلا به قولی شما گردن نگرفته. اما پلیس بوده که از زمانی که مثلا آقای قالیباف فرمانده ناجا بوده تا بعد آقای احمدی مقدم و بعد آقای اشتری و الان رادان، همچنان داشته این مقابله و مبارزه رو انجام میداده، حالا به عنوانهای مختلف.